راجب چی میخوایم حرف بزنیم؟ همینطوری راجب رانندگیت گرفتم با اعمال شاقه. یعنی باید برمیگشت، ولی خب از اینجا برو تو. اصلا بابا من درایورم، میتونم همینجا برات ببین یه فرمونه دور میزنم. الان یه فرمونه ماشین میاد. آقا اینجا برو تو عزیز من. بابا من اینا گفتی بعد دور بزنی. خب از اینجا هم میشه، از اون ورم میشه دیگه. گفتم یا اون ور یا از اینجا برو تو. مگه نباید دور بزنیم اون وری بریم؟ ویدیوش هستی میگم از اینجا برو بهتره. برو. فکر میکنی که من نمیتونم دور بزنم، واسه همین میگی اینجا رو برو. من هیچ فکری نمیکنم. آقا ما داریم میریم کجا میریم؟ میریم سمت استودیو در واقع، ولی فهمیدم دور اینجا هم نشونه. یا خدا داشتی بچه بپا یا بچه راست. برو بابا بگو دیگه بعد تو اینجا چیکار میکنی؟ خب دیگه راست بهش میگم بگو کجا بریم. مثلا الان مستقیم رفته بودم از اون اول. ای ماشین ما چه قشنگ نرید از اول مستقیم رفته بودم. الان رسیده بودیم برلین فکر کنم، چون تو هیچی نمیگفتی راست و چپ. آره دیگه میگفتم مثلا مستقیم. یاد پژمان جمشیدی افتادم. چرا؟ چپ چهارراه بعدی سمت چپ. حالا شد لطفاً خواهش می‌کنم با کمر بریم. 100 متر آینده سمت چند متر از اینجا تا اونجا؟ 100 متر آینده. گاز دادم. ماشاءالله. نه اوکی میگیره؟ آره فکر کنم. یا خدا کجا خروجی؟ مستقیم دیگه گفتم فلکه رو. آره فلکه. آره اینو بگم که خیلی رانندگیشون بده و واقعا نمیدونن چی کار کنن و به نظر من خیلی آدمای بی صبر و تحملی هن. مثلا من پیش میاد به آدم خب راه میدم دیگه توی رانندگی. آدم باید با تمدن باشه دیگه. جدی میفهمی؟ ولی انقدر یه سریاشون چی میگن ناشکرن، یه تشکر نمیکنن. ولی من همیشه هر کی بهم راه بده تشکر میکنم. اما آلمانیا خیلی سخت بهت راه میدن، بعد هر جوری دلشون بخواد رانندگی میکنن. به نظرم نمیدونم این اواخر که من همیشه میگم اینجا چرا اینجوری رانندگی میکنن، چشونه؟ اینجا عابر پیاده حق تقدم داره. یعنی وقتی که یعنی این ایرانی زیرش کنی. آره دقیقاً. بعد بابام دفعه اول که اومده بود اینجا میخواست از راست ببین راهنما بزن. یزید گذاشتی باز دقیقاً عوض گفتی. خب گفتی چپ راست گفتم چپ آقا خلاص راست صبر کن این پیچو بگیره. خب زندگی دیگه اینجوری نگو خدای رانندگی بد نیست. نه خیلی خوبه. 70 مامان من این تئوری داره. نه مامان من این تئوری داره، میگه که آقا اونجایی که مثلا چه بدونم سرعتش 70 اگه اون جلویت با سرعت رفت تا پشتش برو نترس، اگه دوربین باشه اول اونو میزنه. خب آره وقتی ترمز کردن برای خودت باید بذاری مستقیم. الان میگه نه چپ. نه دیگه چپ باید بری. یا خدا too late. آقا داشتیم میگفتیم بابا من میخواست از خط عابر پیاده اسمشه. آها آره میخواست از خط عابر پیاده رد بشه. یارو چش منو در آورد. یزید بیا برو. شوهرم قاطی شد. اومدم راست بزنم یهو شد چپ. مستقیم دارم. آقا رفتیم افتادیم تو اتوبان. سلام. راهو بگو. انقدر راهو نگفت آخر اشتباه اومدیم. الان باید دور قمری بزنیم برگردیم. اشکال نداره دیگه. همین میخوام با من دور بزنم بعد حالا شما بیشتر میتونید با من وقت بگذارید. الان مثل راه خونمون اومدن. الان شما رو این کنار پیاده میکنم. خوش گذشت راه جان. خداحافظ شما. الان خروجی بعدیو باید بری پایین یه فلک هست دوباره برمیگرد. خروجی میبینی؟ خب یکم جلوتره دیگه یکم باید بری. من که جلوی چی نمیبینم همش فلش. والله منم چی نمیبینم. برو اساس میریم دیگه. خدا بزرگه. آقا ما یه هوندا سیویک داریم خیلی ماشین خوبیه. اینو فقط توش روغن و بنزین میریزی دیگه میره دیگه. میره. آره موتورش چی؟ آره روغن هم نریختی اوکیه. بعد ولی ABS نداره. ABS نداره؟ نه ماشین مال بزرگتر از منه. 1970 نه 97 میگی بزرگتر از منه. 1900 آلمانی 100 سال مثلا. نه 97 من 99 هم دیگه 97
بعد دیگه ABS نداره دیگه، برای همین همیشه با فاصله رانندگی میکنم. خواستم بزنم رو ترمز، جا ترمز باشه. من مثلا وقتی خیسه اینجا بزنی رو ترمز با مثلا مثل پراید دیگه. جدی میگی؟ من سوار اون ماشین نمیشم. خب من درست رانندگی میکنم. شده بودم گاز میدادی. خب من دیگه بالاخره دستم اومده. برو سبز براش. پلیس مملکت ما رو نری تو تابلو. یا خدا حالا چپ راست. چه مخوف اینجا. چی اسم اون آدرس رو بزن. آدرس رو بعد بود بزن. استفاده میکنی؟ نه آدرس نمیخواد بگی، دارم اینجا. نویسی 2 ساعت دیگه. اولان زدیم. خب باید برگردی. آماده؟ میخوام میدون از این دورای خفن. یا خدا توی ماموریت باشی با ماشین پلیس بکنم همکارت قشنگ. رانندگی کردم اصلا پشمام. اول باید بیاد بیرون به خدا رانندگی کردم. یارو گفت ببخشید روزا ستاره‌امو درم بذارم رو شونه. بابا شما لامبو ما تو تاکسی. چیه بابا شما خاصی همه دلو، شما آسی. ما تو تاکسی، شما چی؟ نه شما لامبو ما تو نه ما تو تاکسی. شما لامبو ما تو تاکسی. آها ما تو کارتلیم، شما پاسی. من نمیدونم چرا لاما پلاسی. چرا لاما پلاس. لاما نخونیم آها ولش کن. آها اون روز به مارک ماشین چی گفتم؟ گفتید هوندایی. بعد یهو رو اینجوری کرد. آخه من خیلی اصلا یه چیزایی، حالا یه سری مارکا که دیگه هر کسی میدونه، منم میدونم دیگه، چون بنز و بی ام و این حرفا، ولی فولکس واگن چی میگن؟ فولکس آره. فولکس واگن میگن. ایرانی ها نمیگن فولکس واگن. چرا دیگه بلدا میگن دیگه. تو کامنت ها بنویسین بلدا میگین یا نه. بعد یهو من گفتم هیوندایی، یهو رو اینجوری کرد دایی و عمو خاله و اینا. اصلا من کم مونده بود بلاکش کنم. بابا چیکار کنم؟ هیچ خطرناک. از سرعت خود بکاهید. تو با منی در یمنی. الان کجایی؟ یا به خدا الان نمیدونم کجایی. آره آقا اینجوریه هیوندایی، ولی اینجوری می‌نویسن دیگه. اون هیوندایه، تو گفتی هوندایی. نه انگار مثلا میخواد بگه زندایی. هوندایی نگفتم دیگه، الکی یعنی گفتم هیوندایی. باش حالا من ضرر کردم یا یه نوباره بزن ببینیم حداقل دنیا دست کیه. ببینیم با چی برخورد میکنیم، با چی میمیریم. امان خدا داریم میریم دیگه، حالا مهم نیست. ولی اینو بگم که خارج از شوخیه وقتای اینجا مثلا یهو آهو ماهو و حیوان و گوز و اینا میپرن مثلا. آره یکی از دوستامون با یک گوز بود یا آهو بود تصادف کرد، بعد بیمه گفت که گوزنه مقصره. بعد دیگه اونم گفت خب من گوزنه بهم پول میده. مگه میگن گوز مقصره؟ آلمانی هن دیگه. بعد جالب اینه اینا گوزنه هم اینجا مالیات میدن. جالب اینه اگر اینکه اون حیوانو بزنی و مثلا بگی آقا حیوان زدم دیگه چیکار کنم برم دیگه، این خودش جریمه خیلی سنگینی داره. آره دیگه نباید یعنی حیوان باشی بیشتر از آدمات. آره خدا. یادم دیدی مادرها میگن مادر سگ باش مادر سگ باش مادر نباشی. آره چیزی الان یادم دیگه خدا بخواد داریم میرسیم یه 2 ساعت دیگه. میگم من اگر از همون اول راه مستقیم میرفتم الان رسیده بودیم برلین. نه چرا دیار محتوبی میشکنه سرش. بابا خیلی گرمه اینجا، فکر کنم 55 درجه از ناموزن. نوی تو ببین توی وضعی داریم این ویدیو رو میگیریم، تو دست من نویه، تو دست روحام نوی. به فارسی بگو لطفا. نوی مگه نمیگن اونا نویگیشن الان نویگیشن نقشه خیلی فارسی بود. فارسی خب شما میگی نوی. اگه بخوای به فارسی بگی که میشه در واقع راهیاب دیگه. نه راهیاب. اینجا کجاست؟ من کجا؟ اینجا به شهر شهید پروره.
به خدای چی نمیبینم. اگه خدایی نکرده مثلا توی ماشینی تصادف بشه و تو ماشین چند نفر آدم باشه، خب اصلا اون تقصیر همه واسه راننده است، همه یعنی از چشم راننده میبینن، درسته؟ ببین اگه مثلا همه حالا چیز خاصی نشه، حالا اگه مثلا ماشین مقصر باشه خب اونا دیگه مردن دیگه، نمیتونی ازشون بپرسی کی مثلا حواس راننده رو پرت کرد. اگه اون راننده زنده بمونه خیلی براش سخت میشه دیگه، میگن که تو میتونستی اصلا با دقت تر بری. اینجا کلا مقصر هم نباشی برات سخت. همینو میخواستم بگم، در صورتی که ممکنه تو مقصر نباشی. حالا آقا اصلا این چه کاریه، ما الان تو ماشین میگن چه حدیه، چه بحثیه، ولی بحث خب فلسفیه دیگه. الان ما ترسید. ببین باید جلو رو ببینن اینا، یکاش جلو رو یه نشون بدید، جلو یه نشون میدیم تاریکه. الان نور فلش گوشی من بیشتر چراغاتو به این حالت گوشی آره، یعنی الان قشنگ پلیس ما رو بگیره، قشنگ همکارات ترمز خودم. بارونم میاد بدترین تصادفات تو بارون میشه رو. حداقل ماشین ABS داره، ماشین من ABS نداره. من قشنگ میرم با نام و یاد خدا استارت میزنم، استارت زدن با خودمه. من امشب با خودم میام با ماشین البته بارون میاد فکر نکنم، حالا هستم ولی خب شاید باشه. کاش یه موزیک من بذارم. نه بذار حداقل سریعتر بگذره زمان. توضیح بده که من چند قشنگ رانندگی میکنم. شما که اینقدر کامی پشت ماشین. یه آهنگ بذارم. طوری میسیزونه دعوایی ولی شب برا پارتنرش دلنگی که بهش میاد چاکرم نوکرم نمیدونه خودم همش میگوترم چون خم میشه خیلی شیک و محترم ولی هر جوری بتونه میزنه بول سرم. بابا ایوان بابا گنده یه شروع میشه برات یه تنده. بابا اروپا بابا خارج اگه میگه باد بره خارج. اگه این شغالا نمیتونن حریف چند اینجا بیای فقط بهت میگیم سری بکن باشه. تو همیشه خوبی و ما همیشه تو خفنی آجی ولی نیستی سری به من. الان ماشینای دیگه میگه اینا دیوونه هن نوکرم مثلا خیلی معروفم سلام سلام برم خودتون ببرید آجی دست خوش شما قاسی شما لامبار ما تو تاکسی ما که داد ملیم شما باسی فقط نمیدونم چرا لای ما پلاستیک نمیام چک میکنه کمیابه دانگاره گلومه میکوبونه مال تو رو بشیش واسه تحفی نباشه. آقا خیلی خوش گذشت. خوش گذشت. ما علکی شما رو رادور نمیداریم. آره علکی با آدرس اشتباه نمیزیم. حساب شده. به خدا فکر کردم میگی اسهال شدم. اسهال که شدیم ولی راننده است من یا تو؟ شما راننده ای چقدر میشه من این وسط کتاب بزنم؟